در جمهوری تاجیکستان همساله سنه 23 فوریه همچون روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح کشور تجلیل کرده می شود. به این مناسبت در حدود گارنیزون سوخت یک قطار چاره‌بینی‌های حربی وطن‌دوستی بین سربازان و افسران، خوانندگان صنف‌های بالایی، والدان اسکران و مادران و بانوان و دیگر قشرهای جامعه تشکیل و برگزار کرده می شود. برگزاری فستیوال آزمون سرود سرباز از جمله چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی به شمار رفته آن به حکم عنعنه درآمده است و همه ساله گذرانیده می شود. این نوبت آزمون مذکور در قسم حربی 01 972 با اشتراک 9 دسته سربازان از قسم‌های نظامی حدود گارنیزون سوخت در سطح بلند برگزار گردید. ضمناً تاکید یافت که محض با تلاش و جانبازی‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان ارتش ملی کشور به یک نیروی پر اقتداری مدافعی تبدیل یافته با نوترین یراق و اسلحه و تکنیک‌های جنگی مجهز گردانیده شده است. خدمت به وطن شرف است، قرض است و هم فرض است. چنانه که میگویند صف به صف ما موج‌های بیقراریم، تن به تن ما کوه ساری استواریم، عالمی صدق و صفا در سینه داریم، روبروی صبح فردا بی‌غباریم. ما شکرگزاری از حیات آسایشته، شکرگزاری از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میکنیم و شکرانه از آن میکنیم که در چنین یک وطن زیبا، وطن محبوب زندگی به سر برده خدمت این وطن را کرده ایستادیم و ما کوشش به خرج خواهیم داد که خدمت مادر وطن خود را با سری بلند ادا نماییم. هدف برگزاری فستیوال آزمون مذکور این بلند برداشتنی تربیتی وطندوستی بین جوانان، تشویق و تبلیغ غایه‌های وطندوستی میان سربازان و بالا بردن ملکه‌های مهارت جنگی و ورزشی سربازان و افسران به شمار می رود. در جریان آزمون سربازان و افسران 9 قسم حربی بین هم از روی شرط‌های گوناگون قوه آزمایی نمودند. هر یک شرط آزمون از طرف هیئت با نفوذ حکمان بهاگذاری کرده شده بهترین ها معین و قدردانی گردیدند. در آزمون سربازان در وصف وطن شعر و ترانه قرائت نموده سرودهای وصف کننده این دولت و ملت را با یک جهان احساس خودآگاهی و خودشناسی زمزمه نمودند. از روی نتیجه هنرنمایی و خالهای به دست آورده جای اول نصیب دسته قسم حربی 14356 گردید. به غالبان و اشتراکچیان فعال فستیوال آزمون دیپلم و تحفه‌های راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تقدیم کرده شد.